تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. آنجا که وصال دوستان است، آنجا که وصال دوستان است، والله که میان خانه سراست، والله که میان خانه سراست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. آنجا که مراد دل براید، آنجا که مراد دل براید، یک خار به از هزار خرماست، یک خار به از هزار خرماست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. آنجا که وصال دوستان است، آنجا که وصال دوستان است، والله که میان خانه سراست، والله که میان خانه سراست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. دیرا نزدیک است بنشین، تو از دل خبر دارد. بزریان درخت رو کو گلهای تر دارد. دلا نزدیک است بنشین، تو از دل خبر دارد. بزریان درخت رو کو گلهای تر دارد. در این بازار تاران مرا ورسو چو بیکاران، در این بازار تاران مرا ورسو چو بیکاران. با دکانی کسی بنشین که در دکان شکر دارد. با دکانی کسی بنشین که در دکان شکر دارد. دلا نزدیک کسی بنشین تو از دل خبر دارد. بزریان درخت رو تو گلهای تر دارد. نه هر کلک شکر دارد، نر زر زبر دارد، نر زر زبر دارد.
ایران درخت رو تو گلهای تر دارد دلا نزدیک کسه بشین تو از دل خبر دارد بزریان درخت رو تو گلهای تر دارد جنب جمال جانان میل جهان ندارد هر کس کی ندارد حقا که آن ندارد جنب جمال جانان میل جهان ندارد هر کس کی ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانه زان دلستان ندیدم با هیچ کس نشانه زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد چنگ خمید قامت میخواندد به عشرت چنگ خمید قامت میخواندد به عشرت بشنو که بند پیران هیچ زیان ندارد بشنو که بند پیران هیچ زیان ندارد جان به جمال جانان میل جهان ندارد هر کس کی ندارد حقا که آن ندارد سرمنزلی فراغت نتوان ز دست دادن سرمنزلی فراغت نتوان ز دست دادن ای ساربان فروکش کین را کران ندارد 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 جان به جمال جانان میل جهان ندارد هر کس کی ندارد حقا که آن ندارد جان به جمال جانان میل جهان ندارد هر کس کی ندارد حقا که آن ندارد یاران یاران ز هم جدایی مکنید در سر هوسی گریز پایی مکنید یاران یاران ز هم جدایی مکنید در سر هوسی گریز پایی مکنید چون جمله یکت دو هوایی مکنید چون جمله یکت دو هوایی مکنید فرمود وفا که به وفایی مکنید فرمود وفا که به وفایی مکنید یاران یاران ز هم جدایی مکنید در سر هوسی گریز پایی مکنید هر چیز که بسیار شود خار شود اگر خار شود به خانه یار شود گر سر شود از همه بیزار شود یارش به بهای جان خریدار شود یاران یاران ز هم جدایی مکنه در سر هوسی گریز پایی مکنه یاران یاران ز هم جدایی مکنه در سر هوسی گریز پایی مکنه چون جمله یکت دو هوایی مکنه چون جمله یکت
دو هوایی مکنه فرمود وفا که به وفایی مکنه فرمود وفا که به وفایی مکنه درود عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و چنانه که شما در آغاز برنامه شاهد گردید، برنامه ما با سرود جذاب و دلنشین آغاز گردید. مهمانان برنامه ما گروهی سما هستند که من ایشان را خیر مقدم میگم. اینجا راهبر گروهی سما محمد گمینوف شنبه در نزد من نشستند که یک صحبت جالب با ایشان خواهیم ها راست. و گروه سما یک گروهی مردمی است که بیشتر در آمیختگی این موسیقی های مردمی سرودهای جذاب و دلنشین را ایجاد میکند و یکی از گروه های آوازه‌دار کشور نیز هست که تاجیکستان را نه تنها در مرز حتی بیرون از مرز معرفی میکند، حتی در کشورهای زیاد این گروه آوازه دارد و سرودش را آهنگش را میپسندند. من خیر مقدم میگم اگر درود پیام به بیننده تلویزیون سفینه داشته باشید، همین دستگاه های نوار برداری ما دیگر در اختیار شماست. اظهار سپاسگزاری میکنیم از تلویزیون سفینه و از این برنامه فضا که ما را به تلویزیون سفینه و به این برنامه فضا دعوت کردند و بسا هم لحظه دلنشین است که البته ما امروز در خدمت این برنامه در خدمت تلویزیون سفینه هستیم، در خدمت مردم هستید. مهمتر در خدمت مردم هستیم که البته هواداران موسیقی البته باشد که این برنامه ما یک برنامه باشد که بازم البته مخلصان شاد گردند و البته و در آینده باز یک رابطه و یک بازم در اینجا یک برنامه دیگر پیشنهاد بیننده. بله، من خیلی لذت بردم از ترانه‌ای که آغاز کردید، از همون ترانه‌ای که در اول برنامه پیشنهاد کردید. ترانه اندر ترانه بود این آهنگ، یعنی در یک نوا چند سرود جا شده بود. مثلا یک سرود از دوستی سر شد و چندین غزل‌های دیگر در همین ادامه ترانه پیشنهاد کردید که واقعا هم یک سبکی خیلی جالب است. و این همین گونه ترانه اندر ترانه سرودن، این سبک عموما از کجا پیدا شد و چرا امروز زیاد همین گونه مثلا همین سبک را استفاده میبرند؟ البته این زحمت استادان است که یعنی استادان را باید یاد کنیم، چون خیلی بزرگان میفرمایند دامن استاد گیر و شاد شو، مدت خدمت کن و استاد شو. یعنی این زحمت استادان است و زحمت استادان بود که آن استادانی که امروز البته در میان ما نیستند روحشان شاد باد و آن استادانی که امروز با همیم و همیشه ما را البته در تمام کارهای ایجادی و در تمام برنامه‌های البته که مثلا سر ثبت باشیم یا سر ایجاد موسیقی باشیم ما را مصلحت‌های خوب میدهند و البته زیاد استادان دارن ولی وقت خیلی کوتاه است که همشون را نامبر کنیم. ولی یکی از استادانی که امروز البته یک جای تشکیل کرد و یک آثارخانه ساز موسیقی را تشکیل کرد که استاد گرمین زاقبیکوف البته یک هنرمند بود، یک هنرمند چهره دست که فکر میکنم که بیرون از تاجیکستان هم آن کس را میشناسند. یک هنرمند روی صحنه بود، اکتیار به اندازه یعنی اکتیار خیلی خوشمهارت بود و البته مطرب هم بود و اون سازهای موسیقی را جمع کرد و هنرمندها را در گرد نوایش جمع کرد. ما را پیوسته نصیحت ها میکردن و خوشبختانه امروز باز پسر آن کس استاد اقبال زاقبیکوف یعنی رهبر همین آثارخانه هستند و همیشه ما را یعنی همکاری شما به واسطه با همین آثارخانه استاد گرمین زاقبیکوف است. سازهایی که استفاده می‌برید تمام چیز از همون آثارخانه هستند. خیلی سازهایی که در آثارخانه هستند همیشه البته ما استفاده باید حتما که استفاده شوند اون سازها. اگر مثلا در یک جا همچون یک آثار تاریخی زیاد استفاده نشوند، فکر میکنم که با گذشت ایام این سازها از کار میمانند.
بله. که همیشه باید که با آنها آهنگ نواخت، موسیقی نواخت که همیشه مثلا در حالت کاری باشند. یعنی ببینیم که ما یک هنرمندان یعنی خوشبخت حساب میشویم که با هنرهای مردمی سر به سریم و همیشه همین سازها رو در آثارخانه استاد کرمانش البته استفاده میکنیم. یعنی اون سازها آویزان نیستن. بله. اون سازها آویزان نیستیم، همیشه اونا رو میگیریم، جور میکنیم و همیشه اینا میمانهای خارجی و یعنی البته از شهر خودمان هم از شهر دوشنبه همیشه میمانا تشریف میبرند و چون برنامه رو آماده میکنیم البته همیشه مقبول ایشون میگردد. برمیگردیم به اون موضوعی که پیش آوردید یعنی سلسله موسیقی ها. یعنی البته آغاز آن سروده های ما از اشعار جلال الدین بلخی است که یعنی تا نقش خیال البته تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست، آنجا که وصال دوستان است ولا که میان خانه صحراست. واقعا هم دوستانی خیلی خوب رو اینجا سرجم آوردیم. بله. چون اینا ببینیم که باز میگوییم ما هنرمندان خوشبختیم که از اشعار این بزرگان البته استفاده میکنیم و چون این اشعار این بزرگان البته خود یک موسیقی اند. بله. و ببینیم که چقدر عباره ها و چقدر مصرع های خوب استفاده کردن و البته جا به جا گذاری این عباره ها و مصرع ها خود یک آهنگ هستند. مثلا جان و جانان، یعنی عاشق و معشوق، شم و پروانه، گل و بلبل و همچنان دیگر یعنی عباره ها در خود آهنگ دارند. بله خود آهنگ هستند. ما یک مردم یک هنرمندان خوشبختیم که زمانی که با این مصرع ها البته سر به سر میخوریم در حال یعنی یک فکر یک عقیده پیدا می شود و خود نیرو بخشند. یعنی نیرو برای هنرمند میبخشند و خود آهنگ ایجاد می شود. و البته بازم بزرگان را یاد میکنیم و آنچنانی که استاد سعدی میفرماید میگوید که زنده و جاویدمان هر که نکونام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. همین بزرگان را، همین متفکران را البته همیشه باید یاد کنیم و در حقشون دعاگوی باشیم. واقعا وقتی که همین سروده های ایشان، غزلیات ایشان در با همین سازهای موسیقی با آهنگ اجرا کرده می شود، تاثیرگذاریش خیلی زیادتر است، خیلی عمیق‌تر است، خیلی بر روح و جسم انسان تاثیر میگذارد. من یاری تویم نمیشوم یاری کسی ای در دام تویم نمیشوم را با کسی ای این کاسه ایشم باتی که با هم خورده هرگز نخورم شراب در جامی کسی وای سبزکی دانه دانه شیرین سبزکی دانه دانه اگر یار منی بیا بخانه الا وای سبزکی دانه دانه شیرین سبزکی دانه دانه اگر یار منی بیا بخانه سبزک لب جو یارد نغزک لب جو تا تر نشود سبر گه
رهایی را بجو مرغا به شبم بودم زنم جوی بجو خوابش میبرد یا نبرد در لب جو خوابش میبرد یا نبرد در لب جو زنم نمی رسد آوازی در گردن نازکی دو دست اندازمی در گردن نازکی دو دستم نرسد در خانه دشمنی تو سنگ اندازمی در خانه دشمنی تو سنگ اندازمی سبزک لبی جو یارم نمزک لبی جو آتر نشود سبا رهایی لبی جو مرغا بشوم بودم زنم جوی بچو خوابش میبرد یا نبرد در لبی جو ای خوابش میبرد یا نبرد در لبی جو خوابش میبرد یا نبرد در لب جو بیننده عزیز، برنامه فضا را ادامه میدیم. یادآور میشم که هنرمندان انسامبل سما مهمانی ما هستند و من میخواستم که راجع به همین انسامبل برای ما معلومات دید که از کی تاسیس دادید و عموما ایده تاسیس دادن همین گروه از آن کی بود و در حالت تاسیس دادن عموما چه آهنگ ها داشتید و عموما چه حال هوا داشتید همون شب براست؟ خطا نکنم سال 2006 بود تاسیس دادید. ماه آگوست 28 آگوست بود 2006 سال. یعنی یک روز استاد اقبال عرض کرد گفت که اینا یک کنسرت تشکیل کنیم در آثارخانه در سان امان اولی آثارخانه گرمنج یک کنسرت تشکیل کنیم و یعنی این 28 آگوست 2006 سال بود و همه پیش از آن البته جمع شدیم و برنامه را به نام بیشنواز نیموندیم چون در آن سال البته 800 سالگی مولانا جلالالدین بلخی بود و البته این باعث شد جمع شدیم و توهین ما در یعنی در ولایت کوهستان بدخشان ما گروه بودیم، یک جمعه نواختیم. با اون بچه‌هایی که در این مثلا کنسرت رو اجرا کرده قبلا؟ بله، با پریشان شدیم. البته یعنی شرایط اقتصادی چندان دست نداد، پریشان شدیم و باز اینجا آمدیم و یک جا جمع شدیم. ایده کی بود؟ البته این رو خیلی شاید یک سرود را استاد رودکی هم خوب گفته است که این کار سمایی بود نیک قوت انسان، کس را نبود قدرت با کار سمایی. بله. یعنی همه کار داره از بالا می شود. ما بعضا حافظ شیرازی میگه میگه به هیولا قابل صورت نبود. بله، یعنی حافظ شیرازی میگوید که یعنی در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی زیاد چیز است که ما وابسته نیست. و با همین گروه سفرهای خارجی نیز داشته؟ بله، برای همین میگیم که ما یک هنرمندان خوشبخت حساب میشویم که چون البته با موسیقی، با کار اجدادان، با هنرهای مردمی البته سر و کار داریم. همیشه البته ما البته تشویق ترغیب میشویم، کار ما پیش میرود و همون چیزی که گفتم البوم اول ثبت کردیم به نام بیشنواز نی و البوم دوم که چون ثبت شد باز از اشعار شمس تبریزی نور است و شوها و البوم سوم ثبت شد به نام تنتنه و دیگر البته سفرهای ما خیلی هم زیاد شدن، چه در ممالک‌های شرق و چه در ممالک‌های غرب البته زیاد سفرها داشتیم و البته
تور سفرها داشته؟ بله تور سفرها، یعنی سفرات بودن که 2 ماه از این شهر به این شهر. بله 2 ماه بود و 3 ماه بود و 1 ماه و همین خیلی بعد در استودیو هم باز ما رو ثبت میکردن و اینا همین خیلی موسیقی واقعا آفرین که با همین گونه موسیقی های سنتی فرهنگ و هنر و موسیقی ما رو در کشورهای پیشرفته دنیا معرفی میکنید و حالا هم هواداران شما در کشورهای مختلف دنیا خیلی زیاد هستند و حالا هم ترانه های شما دلها رو تسخیر میکنند و این بدون زحمت به دست نمیاد. فکر میکنم که زحمت شبانه روزی گروه هست که یک جا سرجم میشه و جان فدای همین سمت هستید و من میخواستم از همون تأثیر مردم اروپا بفهمم که وقتی سرودهای ما رو میشنوند، وقتی این گونه مثلا سرودهای جذاب و با سبکای مختلفی کوهستانی ما رو میشنوند، چگونه عکس العمل نشون میدهند؟ اینا ببینیم که اینقدر متفکران بزرگ ما داشتیم، یعنی چون سرآغاز فکر میکنم از استاد ابو عبدالله رودکی، اینا ناصر خسرو، بله، جلال الدین بلخی، شمس تبریزی، حافظ شیرازی، سعدی و عمر خیام، دیگر بزرگان. البته این دانشمندای ما، این متفکران ما، البته اشعار این بزرگان با 100 زبانها ترجمه است. و البته چون با زبان اصل دیگرگونه است، چون میدانستن که ما از اشعار این بزرگان استفاده میکنیم، میخوانیم. البته لفظ تاجیکی خیلی شیرین است و همه کسان این لفظ شعر حساب میشود و همه کسان دوست می‌دارند که خیام رو نقض نمی‌بیند. همه کسان یعنی رباعی و مثنوی جلال الدین بلخی، یعنی سید ناصر خسرو و ابو عبدالله رودکی یا سعدی، گلستان سعدی رو ببینیم که در سراسر دنیا البته تمام مخلصانش هستند و دوست می‌دارند و برای همین میگیم که ما یک مردمان خوشبختیم که اینقدر بزرگان داشتیم. البته ما هم فخر می‌کنیم که اینا ببین که موسیقی 2000 سال پیش که باربد مروزی یعنی سرآغاز موسیقی ما رو البته آغاز کرد و تا به زمان ما البته بعضی موسیقی های ماندن. یعنی یکی از آن موسیقی که کمی ما در با انسامبل سما ثبت کردیم بلبلان نام دارد و یک تیکه آن که از باربد مروزی البته تا به زمان نرسید که بلبلک نام دارد، ما بلبلان نام ماندیم و البته بانه آن موسیقی آغاز می‌گردد و ببینیم که چقدر یعنی تاریخ و میراث یعنی بای ما داریم. من از عکس العمل مردم می‌خواستم بدونم که تاثیرشون چگونه شما رو قبول می‌کردن و ببینید که تور سفرهایی که داشتید از این شهر به این شهر، کنسرت‌هایی که در اونجا پیشنهاد می‌کردید و فکر می‌کنم مثلا در یک شهر وقتی کنسرتون می‌کردید البته تبلیغ می‌شد تا دیگر شهر و مخلصان دیگر انتظار می‌شدند. بله، چون در ممالک‌های غرب البته بیشتر پیش از رفتن ما مثلا نیم سال 1 سال پیش البته اول در اینترنت چیزهای ما یعنی افیشه های ما پیشکی می رود و در کدام تئاتر مثلا باید کنسرت شود همون تاریخ البته 1 ماه پیش 2 ماه تا نیم سال پیش البته پیشکی اعلام می شود. بله، لیکن با نواختن و با آغاز برنامه ما در تمام تئاترها البته مردم کف میکوبیدن و رقص میکردن، ما رو خوب اینا بله بپذیرفتن. تشکر زیاد. کدام کو کمر بوی تو دارد، همان ما شعله روی تو دارد، همان مایی که از قبله برآید، کمان طاقی ابروی تو دارد،
کمان طاق ابروی تو دارد، کمان طاق ابروی تو دارد. ای صنمی جان من، مای کوهستان من، وصف جمال خوش تو شعر و غزل خوانی من. ای صنمی جان من، مای کوهستان من، وصف جمال خوش تو شعر و غزل خوانی من. ای صنمی جان من، مای کوهستان من، وصف جمال خوش تو شعر و غزل خوانی من. کدام کو کمر بوی تو دارد، همان ماشوله روی تو دارد، همان مایی که از قبله براید، کمان طاق ابروی تو دارد، کمان طاق ابروی تو دارد، کمان طاق ابروی تو دارد. ای صنمی جان من، مای کوهستانی من، وصف جمال خوش تو شعر و غزل خوانی من. ای صنمی جان من، مای کوهستانی من، وصف جمال خوش تو شعر و غزل خوانی من. دلا چونی دلا چونی دلا چون، چو مجنونم چو مجنونم چو مجنون، نشسته بر سر گلزار لیلی، چه جیونم چه جیونم چه جیون، چه جیونم چه جیونم چه جیون، چه جیونم چه جیونم چه جیون. ای صنمی جانی من، مای کوهستانی من، وصف جمالی خوش تو شعر و غزل خوانی من. ای صنمی جانی من، وای وای مای کوهستانی من، وصف جمالی خوش تو شعر و غزل خوانی من، شعر و غزل خوانی من، شعر و غزل خوانی من. زنده باشه. واقعا ترانه هایی که پیشنهاد می شود در این برنامه دلها را تسخیر می کند، چون با یک سبک آرام و زیبا و چون رودهای کوهستان روان و دلها تاثیر می بخشد. و من میخواستم که از نقشه و از موسیقی هایی که در آینده باید پیشنهاد کنید برای ما بگویید که حالا در آلبوم نوبتی که باید پیشنهادی شنونده شود چی ترانه ها جای داده شده است؟ البته زیاد کارهای یعنی کارهای ایجادی هستند و بیشتر امروز فکر میکنم در برنامه ما بیشتر البته ترانه های بخشیده به مادر، بخشیده به بهار، چون باز نوروز است پیش است، برای نوروزم البته یک تیاری است و البته زیاد سرودهای ما هستند که برای دوستی و برادری بخشیده شدند. واقعا و خیلی زیبا هم هستند و در برابر آنه که همین گروه شما ترانه پیشنهاد میکند، در یک جایگی سرود میخواهید، همچنین آهنگ های جذاب نیز میآفرید که خیلی زیبا هستند.
اینا ببینیم که البته بیشتر چیزها خلقی هستند و بعضا ما کم کم تکمیل میتیم لیکن بیشتر چیزها البته خلقی هستند. و همین سرودهایی که ایجاد میکنه در اساس همون آهنگ‌های خلقی است. بله، پایه اساسی بله. همون چیزهایی که یعنی از باباها و ماماها از اجدادان ما برای ما میراث موندن. و در همین آهنگ‌های شما دف زیاد نقش می‌بازد. یعنی همون طرز نواختن خاصی دف که مثلا یک شکوه و یک شهامت میبخشد آهنگ را. خیلی ببینیم که البته ارکستر یعنی تکیه‌گوی ارکستر با دف است، یعنی دف ضرب می‌دهد. بله. ضرب می‌دهد و البته مخلصان را البته به خروش می‌برد. واقعا یک احساس عجیب میبخشد دف. بله. و ستار نیز نقش زیاد دارد. ستار و غیژک فکر میکنم در نتیجه آمیزش یک چیز اصل پیدا می شود. هم ستار خوب است، هم رباب خوب است، هم غیژک و نی، لیکن چون با هم دیگر یعنی همبستگی چون آمیزش می‌یابند باز یک چیز دیگر. بله. البته یک نوگری دیگر هم پیدا می شود. و باز چی سازهای موسیقی در همین گروه شما استفاده می شود؟ از سازهای اروپایی استفاده می‌برید؟ خیلی البته یعنی ببینیم که موسیقی چون مرز ندارد و از آوان کودکی از آوان جوانی ما البته اکاردیون می نواختیم. در خانه هم مندلین بود، هم اکاردیون بود و دیگر سازهای موسیقی فلیت هم بود و یعنی چون البته موسیقی صنعت مرز ندارد ما بعضا در ارکستر خود اینا می بینیم که بعضا گیتار هم استفاده میکنیم. یعنی اکاردیون استفاده میکنیم، فورتپیانو استفاده میکنیم. سینتزاتور استفاده می شود؟ خیلی کم. من فکر میکنم که در همین گونه موسیقی استفاده شدن سینتزاتور را کمی کاسته میکنن. خیلی ببینیم که چیز اصله. واقعا. چیز اصل باید همیشه اصل ماند. بله. چون اینا مولانا جلال الدین بلخی میفرماید هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وسط خویش. خوب، تشکر زیاد. البته حرکت کنیم که چیز اصل راز دست ندیم. واقعا. چون جوانان باید اینا خوب درک کنن و بیشتر البته رو به موسیقی اجدادی بیارند. هستن جوانایی که امروز شما با گروه جلب میکنید با شما همکاری میکنن؟ خوشبختانه هستند شاگردانی که البته از اینستیتوت صنعت و از کنسرواتور از آموزشگاه پیش شما میبیایند، البته مینوازند، خیلی خوب مینوازند. استفاده میشوند یعنی در بعضی سرودهای شما در بعضی بله کارهای مینوازند. خب. هم خوب مینوازند هم خوب میخوانند. عالی است. تشکر زیاد. من بار دیگر کلی شما رو به برنامه امروز خیر مقدم میگم. واقعا از شنیدن ترانه‌های جذاب انسمبل سما من امروز زیاد لذت بردم و شنیدن ترانه‌هایی که زنده اجرا می شود من فکر میکنم لذتش 10 چند است از اونی که ثبت رو میشنویم. خوش آمدید میگویم. امیدوار هستم که یک زمانی دیگر در سر همین سفره می نشینیم، اطراف کارهای ایجادی دیگرتون صحبت میکنیم و باز هم از موفقیت و دستاوردهای تازه‌تان حرف خواهیم زد. خوش آمدید به برنامه امروزه فضا و در انتهای برنامه چی پیشنهاد میکنید؟ تمنیات ما همین است که همیشه در سرزمین ما صلح و آرامی، سعادت و دوستی و برادری باشد و البته باز یک تمنیات دیگر این است که البته جوانها این میراثی اجدادی ما را خوب بیاموزند و البته در تمام دنیا البته این هنر را پیش برند و تا صنعت ما البته عالمگیر شود. واقعا. در آخران پیشنهاد میکنید؟ یک آهنگ خلقی است که به نام سیمین بدن است. خب و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان گروه سما در برنامه امروزه ما مهمان بودند و شما شاهد ترانه‌های دلنشین ایشان نیز گردیدید و با یک آهنگ خلقی برنامه امروزه فضا به اتمام میرسد. خیر تا دیدار دیگر.